باشید چون این تازه آوای راهه. چوب کارگاهی شاهنامه موزیکال. در این کارگاه روند تولید شاهنامه موزیکال به 5 مرحله کلیدی تقسیم می‌شود. هر مرحله هم جنبه آموزشی دارد و هم تمرین عملی برای هنرجویان. 1. تحلیل بیت‌ها و استخراج مفاهیم. بررسی ادبی، اسطوره‌ای و زیبایی شناسی هر بیت. استخراج کلام و فضای کلی برای تبدیل به تصویر و موسیقی. تمرین هنرجویان بیت انتخاب کنند و معنای آن را به زبان ساده توضیح دهند. 2. انتخاب قالب تصویری و موسیقایی. دیجیتال، فیلمبرداری زنده، ترکیب. تمرین گروه‌ها سبک موسیقی و تصویر مناسب برای یک بیت را پیشنهاد دهند. 3. طراحی شخصیت‌ها و لباس‌ها. شخصیت‌ها با مشورت پژوهشگران. تمرین هنرجویان طرح اولیه لباس یا فاگوری شخصیت رو ترسیم کنند. 4. ترکیب المان‌ها و تولید صحنه. جداسازی بک‌گراند، شخصیت‌ها، ابزار و اشیای چرخش توسط ادیتورهای تخصصی. تمرین هنرجویان یک صحنه وارد با چند المان ترکیب کنند. 5. پس تولید و تدوین. حببین تصویر و صدا، میکس موسیقی، رنگ‌آمیزی و جلوه‌های ویژه. تمرین هنرجویان یک ویدیو کوتاه 10 ثانیه‌ای با موسیقی و تصویر آماده کنند. نکات آموزش. یک درس مستقل است و می‌تواند به صورت جلسه جداگانه برگزار شود. تمرین عملی در کنار توضیح نظری باعث می‌شود هنرجویان تجربه واقعی تولید داشته باشند. نمودار جرایم به هنرجویان کمک می‌کند مسیر تولید را به صورت تصویری درک کنند. این ساختار می‌تواند برای سایر پروژه‌های اقتباسی از آثار کلاسیک هم الگو باشد. نسخه کارگاهی در ایران برای کلاس‌ها و آموزش طراحی شده تا هم روند تولید شاهنامه موزیکال روشن بشه و هم هنرجویان بتونن مرحله به مرحله تمرین کنن. تا همراه ما باشید چون این تازه آوای راهه.